امشب میخوام تجربه‌مو در مورد این کتاب به اشتراک بذارم. کتاب تکه هایی از یک کل منسجم، نوشته پونه مقیمی. توی قسمت مقدمه این کتاب جمله‌ای نوشته که واقعا قابل تأمل و من هر روز با خودم یادآوری میکنم. نوشته که شاید زندگی پیدا کردن بخش‌هایی از خودمان در تکه تکه هایی از یک کل منسجم است. پیدا کردنی که به اندازه یک عمر طول میکشه. یعنی اصلا این خودش انگیزه است که ما یک عمر زندگی کنیم، تلاش کنیم، با چالش ها روبرو بشیم و هر روزی که تلاش میکنی برای کامل کردن خودت، برای کسب و کارت، برای هدفات، انگار داری خودت رو جمع و جورتر میکنی، منظم میکنی، کامل تر میکنی و خیلی جالب بود برام واقعا.